27 اسفند و 18 مارچه و فقط 2 روز مونده تا عمو نوروز و بهار خانم به سرزمین مانعی برسن. نن سرما صبح که از خواب بیدار شد پنجره رو باز کرد تا هوای تازه بیاد تو. اما به جاش یه بوی خیلی بد همه جا پیچید. بهمن و سیاه بهار دماغشون رو گرفتن و ایش چه بوی بدی. یکی گفت از آشپزخونه است. یکی دیگه گفت شاید چیزی خراب شده. نن سرما با نگرانی آروم تو دلش گفت این بوی بد نمیذاره بهار بیاد. بعد رو به بچه ها کرد و گفت به نظرتون این بو از کجا میاد؟ تو چی فکر میکنی؟ این بو از کجا بود؟ همه با هم راه افتادن. از حیاط گذشتن، از کوچه رد شدن، پشت درخت‌ها رو نگاه کردن. اما هر چی جلوتر میرفتن بو بیشتر میشد. کم کم بقیه بچه ها و مردم شهر هم بهشون اضافه شدن تا ببینن این بوی بد از کجا میاد. تا اینکه رسیدن به یه گوشه دور سرزمین مانعی. یه زمین گلی و کثیف. وسطش یه غول نشسته بود. داشت بلند بلند گریه میکرد. هیچکی منو دوست نداره، هیچکی با من بازی نمیکنه. همه آروم نزدیک شدن. یکی از بچه ها همونطور که دماغش رو گرفته بود یواشکی گفت خب به خاطر بوی بدته. نن سرما نشست کنار غول. کمی فکر کرد، بعد رو به بقیه کرد و گفت باید کمکش کنیم. اما چجوری؟ تو فکر میکنی چجوری میشه کمکش کرد؟ یکی آب آورد، یکی حوله آورد، یکی شونه آورد. با هم کمکش کردن. اول اولش یکم غر زد. نه نمیخوام. اما کم کم آروم شد. موهاشو شونه کردن، لباساشو شستن و کم کم اون زمین گلی و کثیفم تمیز شد. وقتی همه با هم کمکش کردن غول دیگه تنها نبود. زمینم انگار نفس کشید. بوی بد کم و کمتر شد. و بعد از همون زمین تمیز یه جوونه کوچیک بیرون زد. بعد یکی دیگه و کم کم سنبلای زیبا شروع کردن به رشد کردن. بوی خوششون تو هوا پیچید. بچه ها نفس عمیق کشیدن. وای چه بوی خوبی. سیاه بهار خندید و گفت دیگه بو گندو نیستی ها. نن سرما لبخند زد و گفت سیاه بهار راست میگه. حالا تو شدی غول خوشبو. غول خجالت کشید. لبخند کوچیکی زد و زیر لب گفت یه کسی همیشه میومد پیشم میگفت همین جوری بمون. میگفت اگه تمیز بشی دیگه مثل ما نمیشی. نن سرما کمی مکث کرد و گفت شکلش چجوری بود؟ غول گفت همیشه مثل سایه بود. اسمشو نمیدونم ولی یخی بود. از بوی خوبم خوشش نمیومد. نن سرما ساکت شد. به سنبولا نگاه کرد و خیلی آروم گفت فکر کنم بدونم کیه. بعد رو به غول خوشبو کرد و گفت حالا که بوی بهار رو این همه سنبل رو آوردی یکی از این سنبولا رو انتخاب کن برای سفره 7 سین. غول خوشبو یه سنبل قشنگ انتخاب کرد. نن سرما سنبل رو گرفت و به درخت 7 سین آویزونش کرد و گفت این یکی رو با آرزوی عشق توی دلها و بوی خوش بهار توی خونها از درخت 7 سین آویزون میکنم تا هر کسی خواست این آرزو رو بچینه و سر سفره 7 سینش بذاره. نن سرما یه نفس عمیق کشید. کم کم بوی بهار توی سرزمین مانعی پیچیده بود. حالا دیگه فقط یه روز مونده بود به اومدن عمو نوروز و بهار خانم. پس تا فردا شب و ادامه قصه قلب هاتون پر از عشق.